گروه تخصصی روابط کار چندین ساله که در خدمت کارفرمایان و کارگران محترم هست و تمامی چالش‌ها اونا رو که بین کارگر و کارفرما هست برطرف کرده. از شما هم درخواست میکنیم که اگر در زمینه با روابط کار، یعنی ارتباط رابطه کارگر کارفرما، سوالی، مسئله، مشاوره نیاز داشتید، لطفاً برای رزرو وقت مشاوره درخواستتون رو به این شماره که اعلام میکنم پیام کنید: 0910 010 3117. حالا سوالی که مطرح میشه در رابطه با جمعه کاریه. عنوان میکنن که اگر کارگر ما علاوه بر جمعه در هفته روز دیگه هم تعطیل باشه، جمعه کاری بهش تعلق میگیره؟ باید اعلام کنیم بله بهش تعلق میگیره. در هر زمانی کارگر شما در روز جمعه بیاد، شما باید 40% از مزد روزانه‌ش رو به عنوان جمعه کاری بهش پرداخت کنید. چی میخواد 1 ساعت باشه، چی میخواد 8 ساعت باشه. حالا اگر در هفته هیچ روز تعطیلی نداشته باشه، یعنی هر روز هفته رو آمده سر کار، جمعه رو اومده، شما روز جمعه رو علاوه بر اون که 40% مزد روزانه رو میدید، اون تعداد ساعتی هم که حضور پیدا میکنه به صورت اضافه کار بهش پرداخت خواهید کرد.